ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 5 ایول سال 2023 در واکنش به گزارش سامانه بامداد با نام خود را کارمند مقامات گفته بینی یک ساکن دوشنبه را زده شکستند خبر داد که نفر گمانبر در رتکوب دلشاد عادلوف دستگیر شده است. در گزارش گفته می شود که یک راننده اوپل خود را کارمند مقامات گفته این ساکن دوشنبه را مورد لطکوب قرار داده با دعوت شریکانش در یک ماشین جیپ BMW X6 کوشش بار کرده بردن عادلوف را کرده به او تهدید هم کرده است که تو را دست و پایت را بسته برده در دریای ورزاب میپرتویم. بنا به اطلاع نشر شده از جانب کارمندان میلیته پایتخت مراجعت یک ساکن شهر دوشنبه اوید به مورد لطکوب قرار گرفتنش و خبر وابسته به این حادثه در سامانه های اینترنتی نشر گردید مورد سنجش قرار داده شد. میلیته دوشنبه در شرح این قضیه گفت در نتیجه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت مذکور شهروند افضلشاه نه سال تولدش 1996 ساکن شهر دوشنبه دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که صحنه 3 ایول تخمینا ساعت 19:30 شهروند افضلشاه نه که همچون مسافر با ماشین مسافرکشانی تمغه اوپل استرا رقم‌های قید دولتیش 7779 HH07 از کوچه صدرالدین عینی به سمت کوچه نظرشریف حرکت میکرد. با مراجعت کننده راننده ماشین تمغه لکسوس 470 شهروند عادلوف برای خللدار نمودن حرکت واسطه نقلیات مناقشه نموده است. در نتیجه دستگیر شده افضلشاه نه شهروند عادلوف را مورد لطکوب قرار داده به او جراحت جسمانی رسانیده است. گفته می شود وابسته به حالت مذکور مواد ضروری ترتیب داده شده مورد تفتیش پیشکی قرار دارد. در اطلاع میلیت دوشنبه درباره شریکان افضلشاه و ادعای او درباره گویا کارمندان مقامات بودنش چیزی گفته نشده است.